بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، خود را تسلیم تو می دارم. با من کن از من ساز آنچه خود اراده کنی. از اسارت نفس رهاییم ده تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد، برای آنانی که با قدرت تو و عشق تو و در راه تو و رضای تو و به عشق تو یاریشان خواهم داد. باشد که در هر دم و بازدم نفسهایم 24 ساعته در خواب و بیداری بر اراده تو گردن نهم. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز و بسیار گرامی و بزرگوار، دعایی که همکنون به اتفاق قرائت می‌کنیم در تمام زمینه‌ها گنجانده شده و صادقه. چشمها رو ببندید. اول پیشنهاد میکنم ضبط بکنید خودتون با صدای خودتون، بعد اون ضبط شده رو پلی کنید، بخونید، چشماتون رو ببندید و در یک حالت مدیتیشن این دعا رو قرائت کنید که من برای پس زمینه این دوره و پشتیبانی این دوره‌ای که قانون جذب و خلقه اینو ضبط میکنم و با دیتاهای خاصی که ارائه میدم خدمتتون. همچنین سرکار خانم فاطمه ره انجام عزیز، سرکار خانم دکتر فاطمه ره انجام عزیز، سابلیمینال ساز قدر کشور عزیزمون، پس زمینه های برای این دعا نیز در نظر گرفته که در لایه های بسیار بالا به خدمتتون ارائه میشه. امیدوارم که بهره وافر رو ببرید و بدرخشید انشاءالله. ای مهربان خدای خوبم، به خاطر آرامشی که ارزانیان داشتی از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنون و سپاسگزارم. ای مهربان خدای خوبم، همکنون از لحظه تولدم تا این لحظه و از این لحظه تا ابدالآباد همه کس و همه چیز را و خودم را میبخشایم. میدانم خدای درون آنها نیز مرا میبخشاید. ای مهربان خدای خوبم، از لحظه تولدم تا همکنون از همه کس و همه چیز، از خودم، از تک تک اعضای با عشق درون و برونم، ذهن و تنم، به خاطر اینکه در تمام امورات مرا یاری نمودند و همکنون یاریم می نمایند و تا ابد نیز یاریم خواهند نمود، صمیمانه سپاسگزار و تقدیر و تشکر و قدردانی می کنم. ای مهربان خدای خوبم، برای همه کس و همه چیز، برای همه کس و همه چیز و خودم، از لحظه تولدم تا همکنون از این جهان هستی هر آنچه که حق الهی ماست، همه جا با هم یک جا و همینجا
با بازگشت الهیشان از لحظه تولدمان تا همکنون یکجا و همینجا و همین لحظه طلب و مسئلت می نمایم. یا الله یا ربی، به خاطر امیدواری به لطف و بیپایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال بی نهایت فراوانم از تو ممنونم. ای مهربان خدای خوبم، به خاطر زندگی طرح الهیم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر رزق و روزی حلال بی پایان و بی نهایت و بیکران فراوانم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنون و سپاسگزارم. ای مهربان خدای خوبم، به خاطر طرح الهی زندگیم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر همسر دانا و پاک و با عشق الهیم، همان همسر طرح الهیم، از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنون و سپاسگزارم. یا الله یا ربی یا رب العالمین، به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر میل به تحول و تولد دوبارم از تو ممنون و سپاسگزارم. به خاطر وجود شکرگزارم و سپاسگزارم از تو ممنون و متشکرم. ای خالق دلسوز من، ای مهربان ترین مهربانان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. ای قادر متعال، ای زیباترین زیبا، ای خدای مهربان، برای همه معنویت روزافزون می طلبم. ای خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بیپایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راهها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسوده خاطر اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. بارداها به تو قول می دهیم و سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین یا رب العالمین.